السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز، امید دارم خوب و صحتمند و سرحال باشین. ما بالاخره آمدیم در شهر غزنه، شهر فرهنگ و تمدن اسلامی، شهری که در سالهای 912 الی 1201 میلادی بزرگترین امپراتور غزنویان در اینجا حکومت میکردند که امیر اولشان آلپتگین بوده که بعد از او آیسته آیسته این حکومت اوج میگیره و در طول تاریخ فتوحات اینا به دست میارن که فرهنگ اسلامی در منطقه رایج می باشه و همچنان پا برجا می باشند. قسمت های وسیع از خراسان یا افغانستان امروزی، همچنان ایران و هندوستان شامل حکومت غزنویان بوده. مشهورترین شاه غزنویان سلطان محمود غزنوی که در زمان از او فتوحات بیشتر صورت گرفته بود و این شاه حکمروایی زیادتری داشتند و طولانی ترین کسی که در سلطنت غزنویان حکومت کرده سلطان محمود غزنوی است و ما فعلا در شهر غزنی در آرامگاه سلطان محمود غزنوی قرار داریم، جایی که سالانه توریست های داخلی و خارجی از اینجا دیدن میکنند و ما اینجا هستیم تا بریم در دوردستترین نقاط و ولسوالی های ولایت غزنی. در ماه مبارک رمضان هستیم، ماه مغفرت، ماه رحمت و ماه خلاصی از آتش جهنم است. میخواهیم بریم هموطنان ما را پیدا بکنیم که در این ماه مبارک رمضان نیازی به یک لبخند داشته باشند، نیاز به یک دلگرمی، نیاز به یک عطوفت و الفت داشته باشند و ما میخواهیم بخیر امروز بریم و مناطقی را پیدا بکنیم که اونا واقعا محروم هستند و یک سفره پهن بکنیم تا هیچ روزداری بدون افطاری نمانه. انشاءالله شما در ادامه بیننده ما باشین. خواستیم که این بنای بزرگ تاریخی را نیز به تصویر بکشیم. بینندگان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما پس از سفر طولانی از شهر خود غزنی رسیدیم به ولسوالی جاغوری که مرکزش سنگ ماشه هست و آمدیم قریه ای را پیدا کردیم به نام قریه گردن سنگ. مردمی که در دور افتاده ترین شهر غزنی زندگی میکنند، اما مردم با فرهنگ، مردمی که از امکانات بسیار اندک زندگی برخوردار هستند اما از لحاظ نظم و نظافت و دیسیپلین بسیار بالا. یگانه چیزی که بسیار جلب توجه ما شد ای است که اینا در قریه ایشان با وجود از اینکه خانه های خیلی خوب ندارند اما یک امکانات خوبی برای مسجدشان جور کردن، یک آشپزخانه مجهز دارند که ای برای ما بسیار کمک کرد تا امروز بخیر یک برنامه خوب و بزرگ افطاری تهیه بکنیم. انشاءالله که بیننده ما باشین. ما از هوای پاک و صاف جاغوری خیلی لذت بردیم. مردم با فرهنگ و متمدن اما در دور دستترین ولسوالی شهر غزنی زندگی میکنند.
الحمدلله کار دیگاه خلاص است بخیر. ما با افطار نزدیک هستیم. ما خواستیم که میوه را تنظیم بکنیم انشالله بر علاوه ازی که ما برای خانواده ها، برای کسانی که در خانه هستند، برای دیگاهشان غذا میتیم. یک دسترخوان بزرگی برای اهالی این مسجد انشالله هموار میکنیم تا در کنارشان ما هم افطاری نوش جان بکنیم. ما در همین قسمتی از برنامه جا دارد که سپاسگزاری بکنیم، تشکری بکنیم از او عده خواهران و برادران گرامی ما که در این امر خیر ما را یاری رساندند که ما تانستیم در این دورترین نقطه ولایت غزنی، ولسوالی جاغری و قریه گردن سنگ بیاییم و همچنین یک برنامه افطاری را برگزار بکنیم. ما میخواهیم که به شکل یادگار اسمی از خواهران و برادران گرامی ما که در این امر خیر ما را یاری کردند اسمشان ببریم. خواهران گرامی ما هر یک بیبی حاجی صاحب و نواسه هایش مروه جان، آرش جان و بلال جان از هلند مبلغ 21300 افغانی ارسال کردند. خواهر خیراندیش و ایثارگر ما فوزیه مجددی از جرمنی مبلغ 11400 افغانی ارسال کردند. خانم محترم مونسه عشقی زاده از جرمنی مبلغ 7100 افغانی ارسال کردند و برادران بزرگوار و سخاوتمند ما هر یک آقای رحیم مسعود از سوئیس مبلغ 15971 افغانی ارسال کردند. آقای زیا بهگمان از امریکا مبلغ 14153 افغانی ارسال کردند. آقای پی که اچ نخواستن اسمشان برده شود از جرمنی مبلغ 11130 افغانی ارسال کردند. برادر کوچک ما عرفان جان ماشاءالله نام خداوند توانایی بیشتر نصیب کنه برای تمام وطنداران ما. عرفان جان از لندن مبلغ 8800 افغانی ارسال کردند. غلام سعید قلینوی از جرمنی مبلغ 7460 افغانی ارسال کردند. خداوند متعال قبول بگردانه. و برادر ما آر او از امریکا مبلغ 3613 افغانی ارسال کردند. در اخیر آقای محمد یاسین رحیمیار از کانادا مبلغ 3300 افغانی ارسال کردند. مجموعاً مبلغ پولی که ما به خاطر این برنامه افطاری خود در ولسوالی جاغوری و همچنان قریه گردن سنگ به مصرف رسانیدیم مبلغ 1,4227 افغانی مصرف شده. خداوند متعال خیرات، صدقات و همچنان کمک این وطنان ما را قبول درگاه خود بگردانه. یک چیزی که بسیار واقعا برای ما جالب تمام شد، ما در دورترین قریه ولسوالی جاغوری هستیم، اما قسمی که پیشتر یاد کردم اینا از لحاظ امکانات خیلی امکانات کمتر دارن، ولی در مسجدشان یک آشپزخانه مجهزی جور کردن. حتی در قابایشان نام مسجد خدا نوشته کردن. خیلی برای من جالب بود. خداوند متعال دیگه هم بر از اینا توانایی نصیب بکنه در قسمت ترویج فرهنگشون. سلامت باشین. الحمدلله دیگه آماده شده بخیر. اهالی هم منتظر هستند. بیشتر از این ما منتظر نمیمانیمشان. از بزرگ امی اهالی میخواهیم بخیر که یک دعا بکنن بخیر باز از دیگه باز شوه. بر محمد و آل پاک محمد صلوات. اللهم صل علی خدای بزرگ به همه انسانها و مخصوصاً جامعه متدینین و انسانهای دندار این توفیق را عنایت کنند که در ماه مبارک رمضان برای مؤمنین افطاریه عطا کنند. پیامبر گرامی اسلام در خطبه شبانیه فرمود واتقوا النار ولو بتمرة واتقوا النار ولو بشربة من الماء. آتش جهنم را بر خود خاموش بسازید ولو اینکه به یک دانه خرما باشد. درباره افطاری ماه مبارک رمضان فضیلت و ثواب‌های زیادی ذکر شده است. از جمله همینی که من خدمت شما عزیزان عرض کردم، این افطاریه دادن برای مؤمنین در این ماه مبارک رمضان آتش جهنم را بر کسی که اهدا میکنن انفاق میکنن افطاریه میدهد، آتش جهنم را خاموش میکنن. بیشتر از این وقت شما عزیزان را
نمیگیرم جهان سپاس از خیرینی که تلاش کردن افطاریه برای اهالی قریه گردون سنگ آماده کردن و خدای بزرگ از شما راضی و دریزن. اونی که راضی باشد. و امام حسین علیه السلام هم در کربلا گفت کار من به رضای توست، رضن به رضا، رضای توست، خونم برای تو، جانم برای تو، فرزندانم برای تو، هیچ گونه برای من چیه باکی نیست. از این تازه افتخارم میکنم. ابی عبدالله گفت در راه خدا نظر دادن همه برای خدا، رضایت خدا و همین اهم است که میگیم قربتا الی الله. همه کارا باید قربتا الی الله باشد، اعمالهای عبادی و اعمالها کاملا که قربتا الی الله باشد. اگر قربتا الی الله نبود کار خراب میشه. هدف اینه که برسیم به خدای بزرگ قربتا الی الله. بیشتر وقت شما عزیزان نمیگیرم، روزداران محترم و مؤمنین، روزه شما طاعت و عبادت شما قبول باشد. یک فراز از خطبه شعبانیه خدمت شما عرض میکنم. این ماه مبارک رمضان بسیار فضیلت داره. نفس کشیدن ها در این ماه چیه؟ عبادت هست. نفس کشیدن ها تسبیح هست، خوابه ها عبادت است و عمل در این ماه مبارک رمضان چیه؟ قبول کوشش کنیم که در این ماه مبارک رمضان اون چی که خدای بزرگ از ما خواسته اون انجام بدیم. الهی به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و بعدد ما احاط به علمک بار الها. افطاریه مؤمنین که همه منتظر هستن هدیه های خودشان رو بگیرن برن به طرف خانه های خودشان. خدایا برکات آسمانی و زمینیت را بر ما نازل بفرما. اللهم ارزقنا من برکات السماوات والارض وانشر علینا رحمتک انک علی کل شیء قدیر. برای سلامتی خودها و سلامتی حضرت بقیت الله بر محمد و آل پاک محمد بلند صلوات. و عجل 6 نفر بنداز برای 6 نفر. بسم الله الرحمن الرحیم. نام خدا. ماشاءالله ماشاءالله. برو بخیده برنج. بله چند نفر؟ بله 8 نفر. بیشک. برو بخیر. بنداز بخیر. نام خدا. نام خدا 8 نفر. بیشک. ما بخیر. بیا بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. چند نفر کربلایی؟ 6 نفره. باش ما این رقم بگیرم. این حال سهیشت. ای نام خدا. 6. برو بخیر. بیا بخیر. نان گرفتی؟ نه بگی برو بخیر. برو بخیر برو. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله سفره ما آماده است. روزداران عزیز روزهایشان افطار کردند. خداوند متعال اجر و پاداش نصیب بگرداند برای کسانی که در این امر خیر حصه گرفتند. انشالله ما وعده ما است که سفر میکنیم بخیر به دورترین نقاط افغانستان و سفره های را پهن میکنیم تا هموطنان ما افطار بکنند روزهایشان. بنیاد خیریه امید حیات پل ارتباطی است میان شما و نیازمندان و امید حیات، امید زندگی. تشکر. بسم الله.